برای اولین بار بعد از سالها توی لیورپول رفتم یه بار، رفته بودیم با نسیم چای بخوریم، بعد اینجوری یه چند تا لبخند بارتندره دادم، یه مرد 35 ساله اینا بود. بعد گفتم که خب بذار ببینم چی رو بعد آمار داد، من که خیلی وقتی یادم رفته بذار اقرار کنم. من این لبخند دادم و اینجوری اومد جلو، گفتم این تتوتون عربیه؟ گفت نه این تتوی مثلا لورد آف درینگ. گفتم منم خیلی لورد آف درینگ رو دوست داشتم و کتاباشو خیلی می‌خوندم، فنشم و اینا. بعد تو لبخندش زدم و تمام مدتم بهش نگاه می‌کردم ولی هیچ حرکتی نزد. بعد اومدم به ادوین دوستم گفتم که ادوین من رفتم آمار دادم ولی هیچ کاری نکرد، هیچ چیزی نشد. گفت 100% ازدواج کرده بود، مریض بوده. واقعا خوشم میاد دوستان اینقدر به اعتماد دارم. یعنی 1% نمیگه واقعا تو خوشش نیومده. خدایا ممنونتم. قربونت.